هیچ کس خدا هیچ کس میگه خدا هیچ کس نگو ملکه خدا نیست خدا جان همین چیزی که در تا رزق روزی را تا کی داده است رزق نیست گفتی خداوند نصیبت کرده تا گوش شاروخ کار کنی پول میوی کار نکنی پول نمیوی بچه خدا نیست رزق خدا نمیده یعنی کار تا در خداوند توریش آورد کرده است و خدا باور که رای خداوند رو نگردون خدا نیست ملکه خداوند با خدا شاروخ مایلی مرا مایلی ایمان گذر مرا جوام تیونه که کو هیچ وقت نگو با خدا خدا شاروخ خود در غضب خداوند گرفتار میشه در یگان شکل میزنی که باور که هیچ کس بداد نمیرسه خدا را زوره که خدا جان ای غضبش نگه داره خدا نیست گفتم تو ملکه برای من خدا نیست برای تو خدا نیست تو خدا را خدا نمیدونی نه زنشت مسلمان من مسلمان نه تنبولی چی با تو تاجیکستانی تاجیک مسلمان نه کی گفت تنی همین لبه کلمه مسلمانی گو کلمه مسلمانی یک گو یک کلمه مسلمانی گو یک کلمه گو چی من نمیگم لبه یک کلمه الحمدلله انا کیست الحمدلله مشکل تو فهمی کدام زبان است در قرآن آمدگی ما خوندگی نگوی گپا قرآن اگجون دی شک به خداوند مسلمان همین پیغمبرت اگجا کدام دولت زاده شدگی کدام ملت پیغمبر ملت دارد تو چی با تعریف میدونی چی با کدام ملت دارد نمیگو کدام ملت دارد پیغمبر چی با خدا را خدا نمیگی پیغمبرت کدام ملت اما کتاب نماز سخون که توجیکش هم نیستگی عربیش نیستگی پیغمبرت عرب من عرب نه فهمیدی من عرب نه یک طرف خداوند به دنیا آورده خدا نه من اوچم به دنیا آوردگی اما اوچه به خداوند داد نه اوچم به خدا دادگی نه خودش دادگی اوچم گویدگی اوچم دادگی کب ندارم به خدا کب ندارم تو خدا را خدا نشناختی که من در کب ندارم من این طرف میگم یه حیطل پیغمبر تو خدا نگران کن من این رو بهت میگم نه اونو میخواد دیگه من باور نمیکنم من نفهمم تو خدا را باور نمیکنم من خدا را باور میکنم من شکرانه به الله میکنم شکرانه به خداوند میکنم که تا همین روز اکو در همینجا در روی دنیا هستیم صد با شکر میکنم من افسوس دارم که این قسال من نمازم نخوندم میفهمی افسوس دارم جل کده میفهمی در آخرت هنی در دنیا نیفت خدا همه کشایش مشکلی ها را که خداوند هست میکنه نگو خدا نیست نگو چی به دنیا نبوده چی به نیست قرآن دروغ میگه قرآن دروغ خدا دروغ بوده همه چیز دروغ همش دروغ ملکه همش دروغ وقت همش بعد تا خداوند میتیه کی میتیه کی میتیه شیطان میتیه شیطان هم تو شیطانی که تو طرفدار شیطان هم میگیری نه شیطان هم نیست خدا هم نیست همش خودی آدم من این خدا ساخت این خدا ساخت آدم ساخت یا مسلمان ساخت فقط آهن باور میکنی وستا را باور میکنی ماشین مسلمان ساخت ماشین نمی ساختگی اینا اما نمیس بنده خدا نیست نمیس مسلمان نه مسلمان نه خداوند آفریدگی است میفهمی تو خداوند آفریدگی هر یک طبقه را جدا کردگی است نه که شکرانه که ما مسلمانیم نگو من مسلمان نیستم من مسلمان نمیدیگم فهمیدی من مسلمان نیستم تو ای تاجیکستان اینی فهمیدی من ای کلاب نه که من ملتچگی نکردم الحمدلله مسلمانیم ما هممون یک تاجیکا مسلمانیم من مسلمان نه خود خود تاجیک قسم میگم پیش اپات میگویی که این خد من میگم پیش اپات که من مسلمان نه میگویم پیشش با فرقش نمیدونم من مسلمان نمیدیگم من دین به باوری ندارم خدا به باوری ندارم اعتقاد ندارم باور نمیکنم نه خدا با نه خدا در باوری نکردی که دیگه بنده ایت گپی دیگه ایت چی بوی امید دیگه تا چی بوی امید که تو خداوند باور میکنی نمیکنی تو دیگه بنده را یک جا برا من تو خداوندی که مرا حس کرده خداوندی که به من رزق روزی میده خداوندی که مرا کو هست صد باشه برونه خدا مرا حس کرده این قطنجی و امانی را داده تو خداوندی که یکا و یگانه به خداوند هیچ کس بحث نمیه بحث نیا که به خدا به غضب خدا گرفتار میشه تو به خداوند بحث آمده خدا را باور نکنی من یک بنده مخلوق خداوند که با خداوند فراز مرا سنگ میگردونه خداوند فراز مرا گل میگردونه فرانی هم خیل تو خدا را گوش کن ترا اوچه ترکی آفریدگیه اوچه بیبین انا خداوند داده آفرید گوش که شعور من داده گردم دیگه گوش که شعور آدم گوش کن یک سکون کتاب آدم خوندگی پیدایش آدم هم مایمن پیدا شد اخم پیدا نشد آدم هم مایمن شدگی مایمن رفته آدم گشت
تا همین گوش که سوار شارخ من اولم که فهمیدم که تو باوری به خدا نداری. نه ندارم. راست. شک به خداوند آوردی. شکش. گوش کس مرا. گوش کن. تو ای غضب خدا نمیترسیده. من غضب. ای گوش کس مرا تو ای معجزه‌های اللهی که در هر یک سری بنده شکل میاره تو نمیترسیده کو. کارش تو خدا نو ترس بده شارخ کو من ایت میترسم. تو خدا نو ترسی کو من میگه از آن بنده بترس که او آدم خدا نو ترسه. تو بنده خدا نو ترسی کو میگه حضرت کو ای خداوند بترس. خداوند شلوک. من خدای نمیشناسم. خدا نیست. ملیکا نیست. چه فهمیدی؟ نیست خدا. نه که دمو هسته. تو هست تو هست من بنیست. من خداوند باور میکنم من بترسم. باور نمیکنم خدا باور. چی گپ داری؟ باور نمیکنم ملیکا. بچه. برای من قسمی. روز ایکو باخ میگه الله. نه که باخ میگه تو الله میگه همش دیوونه. تا خداوند باور نکنی من یک جا باور میکنی من در گم ندارم باور نکنی نکشه نه که من خودم در پیش تانی در تمام جا اثبات میکنم حاضر تلفن که اثبات میکنم که من این گپ نگفتم گوش کس مرا زن مرا تهمت کرده که پرازو خداوند در جزای خداوند گرفتار شود نیست خیر خدا جان جزاش ببینه گوش که جزاش ببینه زنت تهمت کرد مرا کو خدا جان پروردگار کو گوش که زن تو مرا تهمت کرد کو تو بر تهمت زنت باور کردی کو جزاتون خدا جان چیه جزاتون کو پروردگار بنده هاش تو بنده ده باوری داره کو جزاش کو بنده هاش چیه آدم هست همین جزاتون آدم چیه تو خدا را باور نمیکنی نه که من تقدی زن در خداوند سپاریدم تمام پروردگار خدا جان پروردگار کریم کو به مقصد نرسه خدا جان به تمام کسی که تهمت کرد کو پروردگار خدا جان در تهمت الله گرفتار شود فهمیدی در تهمت خداوند گرفتار شود که دیگه اثبات نیاوه اثباتش کنه من نکردم من نمیترسم ایتا من ایزن ما حاضر بگی اثبات کن من نگفتم کو پرس دروغ گپ زد کو خدا جزاش بتیه چیکار میکنی چی جون نه من نگفتم باور نمیکنم نه من خدا رو باور نکنی که من نگفتم تو خدا رو باور نمیکنی من دیگه تو چی میخوام مهنت کنم نگفتم زن دروغ گم میزنم نه تا اجازه نمیترسم به همین خدا جان جزاش ببینه زنت من تهمت نه مرا تهمت نکنه کسی که مرا تهمت کرد خدا جان با من تو با من خدا باور دارم من به خداوند سپاریدمش خدا جان در تهمت خداوند گرفتارش که در غضب خدا که پروردگار کرد خدا جان نه دوست دادش برسه نه دشمن مسلمان فهمیدی من شدی نگفتم من گفته شدی گپتا گفته شدی یا نشدی یا ولی دوری